سلام برابکس، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به یک ویدیوی جدید. آقا توی این ویدیو قرار با هم 3 تا پروژه خیلی کوچک و ساده و کاملا کاربردی با HTML بسازیم. این پروژه مخصوص مبتدی هاست، کسایی که میخوان HTML رو با تمرین واقعی یاد بگیرن. خبر خوب چیه؟ تمام این پروژه ها فقط با HTML ساخته میشن، بدون CSS، بدون JavaScript. پس با هم آماده بشیم، چون توی 20 دقیقه 3 پروژه واقعی میسازیم و مهارتتون خیلی بهتر میشه. اولین پروژه یک کارت پروفایل ساده است. اولین پروژه ما ساخته یک کارت پروفایل ساده است. این پروژه باعث میشه ما با ترکیب عکس، تیتر، متن و لینک بیشتر آشنا بشیم. کاری که الان انجام میدیم دقیقاً پایه همه پروفایل های شبکه‌های اجتماعی. در ابتدا ما می‌نویسیم HTML5 که اون ساختار HTML رو اول ما به اصطلاح برامون خود VS کد بنویسیم. تایتل رو می‌نویسیم پروفایل کارت، حالا می‌نویسیم اون توی قسمت HTML یه اتریبیوت لنگ داره. خب اون EN رو که مخفف انگلیش هست رو برمی‌داریم می‌نویسیم FA مخفف فارسی، چون کارت پروفایلمون فارسی هست. می‌ریم تو قسمت بادی یه تگ می‌نویسیم. اولین تگمون تگ فیگور هست. ما تگ فیگورمون رو می‌نویسیم. حالا نمیدونم تلفظام اشتباه هست درست هست، واقعا نمیدونم. داخل تگ فیگور من این عکس رو آماده کردم به اسم profile.jpg. اون عکس رو بهش میدم، آلت رو هم پروفایل میذارم و اندازش رو میدم 150. یک توضیح خیلی ساده ای حالا کارت پروفایل براش میدم با تگ فیگور کپشن. این از این قسم. میریم سراغ تگ دومیش، تگ H2. یک تگ H2 میذاریم، حالا هر اسمی میتونه باشه، چون میخوایم اسم اون کاربرمون رو بنویسیم. حالا مثلا علی رضایی میتونه باشه، اسم خودم علی پسی میتونه باشه، من علی رضایی مینویسم. میریم پایین تگ H2 یه تگ دیگه می‌نویسیم به اسم تگ P که حالا میتونه توضیحاتی در مورد اون شخص باشه، مثلا دانشجوی برنامه‌نویسی و علاقه‌مند به طراحی سایت. خب دانشجوی برنامه‌نویسی و علاقه‌مند به طراحی سایت، اوکی. میریم پایین. حالا میخوایم یک لینکی ایجاد بکنیم که با زدن روی اون لینک وارد سایت اون شخص بشه. خب ما برای ایجاد یک لینک از چه تگی استفاده میکردیم؟ درسته، از تگ A. ما یک تگ A مینویسیم، hrefش رو، حالا آدرس اون سایت شخص در نظر میگیریم. میتونیم تارگتی رو هم براش در نظر بگیریم که من بلنک رو براش در نظر میگیرم. و برای اینکه لینکمون نمایش داده بشه یه متنی هم براش مینویسیم که حالا مشاهده وبسایت، حالا که خیلی راحت باشه. میریم سراغ پروژه دوم، یک فرم تماس کامل و واقعی. این فرم شامل نام، ایمیل و پیام کاربره که دقیقاً مشابه چیزی که توی صفحه تماس سایت ها میبینیم. تو این به اصطلاح پروژه قرار درباره لیبل ها، پلیس اوردر، ریکوایرد، ایمیل تایپ توضیح بدیم که به اصطلاح توی اون قسمت پیشرفته دوره HTML بهش توضیح دادم. میتونین اگر ندیدید از این بالا ببینید. میم دوباره یک فایل HTML دیگه، حالا به اسم، حالا هر اسمی که گذاشتیم من مینویسم مثلا contact.form.html ایجاد میکنم و همون HTML5 رو مینویسم، ساختار رو برام خود VS کد
می نویسه. لنگش رو میذارم FA، تایتلش رو هم هرچی گذاشتیم دل بخواهیه. میریم توی قسمت بادی. توی قسمت بادی ما یک عنوانی باید داشته باشیم. حالا من عنوانش رو با H2 شروع میکنم، H2 که حالا یک فرم تماس با ما میخوایم. خب ما عنوانش رو میذاریم همون فرم تماس با ما، داخلش تگ H2 مینویسیم فرم تماس با ما. حالا یه تگ فرم باز میکنیم، تگ فرم رو باز و بسته مینویسیم و داخل تگ فرم میایم یه لیبل اول ایجاد میکنیم و اتریبیوت فور رو حالا یک اسمی بهش میدیم. حالا ما اسم رو چون این اینپوتی که اول میخوایم ایجاد بکنیم برای نام هست، این فورمون رو به حساب با مقدار نیم پر میکنیم و برای نمایش اون هم مینویسیم نام 2 نقطه. بعدش یه BR میزنیم که بره خط بعد، یعنی اینپوت بیفته بعد از لیبل، یعنی لیبل و اینپوت با هم نچسبن. حالا اینپوت رو مینویسیم اینپوت و تایپش رو میذاریم تکست. یک آیدی میذاریم به اسم نیم و یک نیمی دوباره اتریبیوت هست، دوباره اسمش رو میذاریم نیم. یک اتریبیوت دیگه این که بهتون توضیح دادم به اسم required که اون رو دل بخوای میتونیم بذاریم، میتونیم نذاریم، ولی خب ما میذاریم چون اگر جاوا اسکریپت بود میتونستیم این رو نذاریم و این کارها رو با جاوا اسکریپت انجام بدیم. بعد از اینکه اینپوت رو نوشتیم تگ BR، 2 تا تگ BR پشت سر هم مینویسیم و میریم خط بعد که 2 تا اینپوت بعدی از هم جدا باشن. دوباره یک لیبل برای ایمیل میخوایم ایجاد بکنیم. با همون صورت یک فور به اسم ایمیل ایجاد میکنیم. اسمشون میتونین اسمشون رو هرچی خواستین بذارین خب، ولی خب چون میخوایم یعنی کدومون خانه باشه ما اینطوری نامگذاری میکنیم. فرمون رو ایمیل اسم گذاری میکنیم و مینویسیم ایمیل 2 نقطه. یه بیار میزنیم میریم اینپوتمون رو مینویسیم. ایمیلمون اینپوتمون باید تایپش از جنس ایمیل باشه که حالا تفاوتشون رو بهتون به این صورته که الان مثلا داخل تکست من وقتی روی دکمه چیزی بزنم به من خطا نمیده، ولی اگر تایپم ایمیل باشه بهم خطا میده که باید حتما مقادیری توی اون اینپوت وارد بشه که قبل یا بعدش به اصطلاح ادساین باشه، یعنی داخل اون متن یک ادساین قرار داده بشه که همون داخل ایمیلمون مثلا چرت و پرت ادساین مثلا gmail.com مثلا همچین چیزی، اون ادساین خیلی مهمه. حالا به هر حال بگذاریم، حالا نمیدونم درست توضیح دادم یا نه. به هر حال قسمت بعدیش قسمت آیدیه که حالا ما میذاریم ایمیل، قسمت بعدش نیم و قسمت بعدیش که اسمش میذاریم ایمیل و دوباره یه اتریبیوت required رو بهش میدیم که اجباری بشه پورت کردنش. 2 تا تگ بیار بعدش میذاریم، میریم برای اینپوت بعدی. لیبل بعدی رو ایجاد میکنیم به همون صورت، اسم اتریبیوت فورش رو میذاریم مسیج رو میخوایم یک لیبل یک اینپوت مسیج ایجاد بکنیم که کاربر بتونه پیامش رو بنویسه. اینجا ما برای ورودی کاربر از اینپوت استفاده نمی کنیم، از یک خروجی به اسم از یک اینپوتی به اسم تکست اریا استفاده می کنیم. یک نوع اینپوته ولی به دلیل به اصطلاح تعداد متن خیلی زیادی که ما میتونیم بهش بدیم، الان مثلا اینپوت یک تعداد کاراکتر محدودی ما میتونیم توش بنویسیم، ولی تکست اریا تا هر چقدر که ما بخوایم یا مثلا اگر تعیینم نکنیم بی نهایت کاربر میتونه متن توش بنویسه. به اصطلاح فرقشون اینه، تکست اریا
آیدیش رو مسیج، نیمش رو مسیج تعیین میکنیم و یه اتریبیوت داره به نام رو که حالا ارتفاعش رو تنظیم میکنیم به این صورت و ریکوایردم که اجباریه، میتونیم یعنی باید اجباریش بکنیم. بعد 2 تا بی آر میزنیم، میریم برای ساخت دکمه. تگی داریم به اسم تگ باتن که باتن رو مینویسیم و تایپش رو مشخص میکنیم سابمیت. یعنی چی؟ یعنی تایید یا همون ارسال. و برای متن اون دکمه که کاربر ببینه اون دکمه متنش چیه، بین تگ و باز و بسته کردن اون دکمه می‌نویسیم. حالا مثلا اون متنی که حالا می‌خوایم، حالا من می‌نویسم ارسال پیام، شما هر چیز دیگه خواستید میتونید بنویسید که خروجی ما به این صورت در میاد که حالا مثلا من رو دکمه ارسال بزنم تا اینو پر نکنم، نمیتونم به اصطلاح روی دکمه کلیک کنم، صفحه ریستارت نمیشه. به این صورت میریم سراغ پروژه سوم. این پروژه خیلی کمک میکنه که یک تفاوت TD، TH، T-body، TED و پلسپان رو یاد بگیریم. میخوام یه جدول برنامه روزانه با هم دیگه بسازیم که تفاوت سرپس رو با داده با هم دیگه مثلا با هم دیگه قشنگ درک میکنیم، کاربرد تیبادی برای ساختار داده ها و چرا جدول ها برای داده ها مهمن. ولی خب امروز زیاد با جدول کار نداریم. حالا به هر حال میریم سراغ پروژمون. من همون رویه قبلی رو پیش میرم، یک فایل HTML میسازم، اسمش رو تعیین میکنم، داخل اون فایل اما HTML5 مینویسم، لنگویجش رو FA میذارم و تایتلش رو هم عوض میکنم. میرم توی بادی. خب اول یک عنوان تنظیم میکنم برای روتین معمول حالا شروع کارمون که با تگ H2 شروع میکنم. یه تگ H2 میذارم، تگ H2 میذارم و می‌نویسم توش برنامه روزانه. بعدش میام پایین که برنامه که نکات مهم این پروژمون، تیبل. یه تگ تیبلی من باز میکنم که بوردر 1 رو بهش میدم که منظور از بوردر 1 اینه که آقا یک بوردری میخوام، یک خطی میخوام دور این سلول ها، دور این به حساب ستون ها بیفته به حساب ضخامت 1 سانتیمتر، ببخشید چی 1 پیکسل، به ضخامت 1 پیکسل. و یک اتریبیوت دیگه هست به اندازه وید که میگه آقا من باید اندازه جدولم 300 پیکسل باشه. تگ TH رو باز میکنم، داخلش تگ TR مینویسم. داخل اون تگ TR 2 تا تگ TH مینویسم برای به حساب 2 تا سر عنوانم، سر تیترام که توی TH اولی مینویسم ساعت و توی TH دومی مینویسم فعالیت. از TED میام بیرون، ببخشید تگ اولی تد ها، من اشتباه گفتم. داخل تگ TED یه TR باز میکنم، بعدش داخل TR یه TH مینویسم که اینا رو داخلش نمیشه. از TED میام بیرون، تیبادی مینویسم. داخل تگ تیبادی یه تگ TR باز میکنم، ببخشید خب فکر کنم 4 تا تگ TR باز باید بکنم حدوداً. حالا اگر بخوام خیلی قشنگ و زیبا در بیاد نیازم نیست، ولی خب برای قشنگی کار، چون ظاهرم برام مهمه. 4 تا تگ TR باز میکنم، توی هر کدومم 2 تا تگ TD میخوام. اوکی، به این صورت.
حالا توی توی تگ تی آر اولی توی تیدی اولیش می نویسم ساعت حالا مثلا 9 صبح، توی تیدی دومیش مطالعه مثلا HTML. میرم توی تی آر دومیش توی تیدی اولیش می نویسم 11 صبح مثلا تمرین، بعد تیدی دومیش می نویسم تمرین پروژه. توی تی آر سومیش تیدی اولیش می نویسم مثلا ساعت 3 عصر تیدی مثلا، بعد تیدی دومیش می نویسم استراحت. و توی تی آر آخریش می نویسم ساعت 5 عصر، توی تیدی دومیش می نویسم تمرین بیشتر و از تی بادی میام بیرون. و به همین صورت پروژه ما به پایان میرسه. و خب دوستان تبریک میگم، 3 پروژه واقعی HTML با هم دیگه ساختیم و حالا به سطح خیلی بهتری از تمرین‌های HTML رسیدیم. تازه یادم رفت دو تا نکته بهتون بگم. شما یکی دو تا چیز خیلی اینجا مهمه که من باید حتما بهتون بگم. دو تا نکته، یک آیدی و 2 کلاس، که اینها رو توی من دوره CSS بهتون توضیح میدم که حالا برای بعضی از بچه‌ها که سواله چرا آیدی و کلاس ها رو توضیح ندادی توی دوره‌های HTML، گفتم بهتون قشنگ توضیح بدم که به چه صورت هست که بهتون بگم. حالا از کارت پروفایل گرفته تا فرم تماس و جدول برنامه ریزی، همه اینها پایه ترین چیزهایی هستن که توی صفحات وب واقعی استفاده میشن. اگر دوست دارید پروژه های بیشتری با HTML بسازیم یا بریم سراغ CSS، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، بای.